درود به همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سالم و سلامت باشین و هر جای این کره خاکی که هستین حال دلتون خوب باشه. برنامه رو شروع میکنیم. اتفاقات خیلی عجیب و غریبی رخ داده تو همین امروز. اسرائیل به قطر حمله کرده و سران حماس اونجا هدف قرار داده و الان جمهوری اسلامی یعنی الان داخل خیلی خوشحالن دیگه. چرا؟ چون میتونن روی این الان مانور بدن، روی این موج اسرائیل که به قطر حمله کرده موج سواری کنن قشنگ. اما نمیشه. ببینید وقتی چون اسرائیل اعلام کرده که آقا اینا گروه های تروریستی هم. خب این عین این میمونه که شما میگی اسرائیل آقا چون صهیونیه، نمیدونم اینا تروریستن، قاتلن، چیان. همونجور که شما میگی مثلا اونا رو مرتد میدونی، اونا هم شما رو مرتد میدونن. خب اون حماس رو یه گروه تروریستی قاتل میبینه دید خودش. خب و اعلام هم کرده، گفته آقا هر جا که باشن من میزنم و همین کارم کرده. هنیه رو تو تهران، تو قلب تهران زد. اون اصلا براش فرقی نره که کجا باشه. دفتر سیاسی حماس هم میگه همه میدونن تو دوحه در قطر بود، پایتخت قطر، و اونجا رو هدف قرار داد و مثل اینکه 7 تا از سران حماس مثل اینکه هنوز اخبار دقیقش نیومده مورد هدف قرار گرفتن و کشته شدن. حالا اخبار قطعیشو توی حالا طی ساعت‌های آینده اعلام میکنن. این از این که جمهوری اسلامی خیلی باید الان حواسش جمع باشه، یعنی الان باید شاخکاش به شدت فعال شده باشه. ببینید اسرائیل خیلی هدفمند و گام به گام و دقیق داره میاد جلو. ما یه بدبختی که تو داخل داریم، دوستان اصلا یعنی کلمه و واژه زمان اصلا نمیدونن چیه، یعنی نمیدونن چه موقع باید چه کاری انجام بدن. ما متاسفانه سیستم داخلیمون هیئتی میره جلو، یعنی روی نظم و مدیریت و اینا نیست، هیئت میره جلو. آقا باید بگم مثلا هیئت جمهوری اسلامی بیشتر دیداد مذهبی و فرازمینیه، چون این داستان به شدت هم ضربه میخورن و به مردم و منافع ملی ایران هم ضربه وارد میشه. این از این قضیه. حالا چرا اسرائیل حمله کرده؟ مثلا اینکه کرانه باختری حمله کردن، 5-6 تا از شهروندای عادی اسرائیل رو کشتن. آخه جالبیش اینه گروه های حالا محور مقاومت که الان شده جبهه مقاومت حمله میکنن و میرن شهروندای عادی اسرائیل رو میکشن. خب ببینید این کشتن ها هدفمند نیست، یعنی شما به سیستم نظامی امنیتی اسرائیل اصلا ضربه وارد نمی‌کنی که، بدتر مردم اونجا رو جهری‌تر می‌کنی علیه خودت. ببین اسرائیل میاد خب توی کلن سران محور مقاومت قبلی میاد سرانشون رو میزنه. چون هدفش اینه که بخواد نابود کنه این قضیه رو. ببینید اومد آقا سید حسن نصرالله رو زد، چه میدونم کل فرمانده‌های ارشد سپاه رو زد، کل فرمانده‌های حماس رو زد، کلی فرمانده‌های یمن رو زده. اما شما در عوض چه کار میکنی؟ چون 4 تا شهروند عادیش رو میکشی. تا به حال یک فرمانده ارشد اسرائیل یعنی کل این محور مقاومت تونسته بکشه فرمانده، اما اون این کاره کرده. ببینید مثلا من میگم اسرائیل در این نبرد 2 ساله از حمله 7 اکتبر تا به الان پیروز بوده به خاطر ایناست. جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرده، جوری که رهبر جمهوری اسلامی پریروز اعلام کرد که با هیئت دولت ملاقات داشتن ایشون و اونا گفتن که دولتی ها آقا باید به فکر جمع‌آوری آذوقه باشن، مایحتاج مردم.
ببینید آقای خامنه‌ای تو این از سال 68 تا به الان که چیز خودوش 7-8 ساله ایشون رهبر هستن، هیچ موقع همچین حرفی رو نزده بود که بخواد بیاد آقا به دولت اعلام کنه حقوق جمع کنید. حتی تو جنگ ایران و عراق هم همچین چیزی نبود. 8 سال جنگ بود. الان وقتی میاد این حرفا به دولت میگه، یعنی اوضاع خیلی خرابه و قرار خرابتر بشه. منظور اینه، یعنی اوضاع قراره از اینی که هست فاجعه تر بشه که ایشون میاد به دولت میگه باید این کارو کنید. چرا؟ میدونن که جنگ رو خواهد داد. اینو مطمئن که الان دیگه معما چون حل شود آسان شود. ما چون میدونم پارسال بود بیشتر، موقعی که اسرائیل به غزه حمله کرد همون فرداش من گفتم هدف تهرانه. به 4 نفر از آقایون گفتم آقا هدف تهرانه، نمیتونید شما مقاومت کنید با این راهی که داری میری. اون موقع به ما خندیدن و گفتن نه شما نمیفهمید. حالا الان شمایی که میفهمی میخوای چیکار کنی الان با این داستان؟ کشور نابود شده، تضعیف شده، شما میخوای چه واکنشی نشون بدی؟ ببینید ما تو زمینه اطلاعاتی با اسرائیل نمی جنگیم. ماها به قول حالا یکی این تحلیلگران، ما یه امامزاده موشک داریم و فکر میکنیم اون همه کار رو بر ما انجام میده، در صورتی که اسرائیل یعنی ارتش اسرائیل با ما درگیر نشد. این جنگ موساد بوده با ما. شما با موساد درگیری، اینو چرا شما نمیفهمی؟ موشک مشکل شما رو حل نمیکنه. شما باید بری تو زمینه اطلاعاتی به اون ضربه بزنی. علت داره. ببینید یکی از علتهای اصلی که اسرائیل جنگ اطلاعاتی و موساد اقدام کرده علیه جمهوری اسلامی اینه که هزینهش خیلی کمه. شما حساب کنید این کماندوهای اسرائیلی که داخل ایران بودن، برید ببینید چقدر به اینا پول دادن. $10,000 چه میدونم $15,000 به پول ما میشه چه میدونم آقا 1 میلیارد 2 میلیارد. خب یعنی اصلا هزینهش هیچه برای اونا. خب اما آسیبی که وارد میکنه اندازه یک آسیب نظامی 50 میلیارد دلاریه. خب اون این راه انتخاب کرده و تو این راه هم خیلی موفق بوده، چون اینو میدونه که اگر بخواد با حمله نظامی فقط به جمهوری اسلامی حمله کنه نمیتونه و به خاطر همین وارد جنگ اطلاعاتی شده، نفوذ کرده و جوابم گرفته. شما اینو مطمئن باشید که در این جنگ آینده که رخ خواهد داد، با این که آقایون در جمهوری اسلامی میتونن جنگ میشه، من احتمال 95% میدم باز غافلگیر بشن. چرا این حرفو میزنم؟ ببینید عزیزان، من با شاخص با شما صحبت میکنم، از روی هوا و هوس که این که مثلا میخوام شخصی سازی کنم که صحبت نمیکنم. که نشون داده، یعنی عملکرد جمهوری اسلامی، خیلی میخوام عملکرد اسرائیل علیه جمهوری اسلامی اینو نشون داده که غافلگیر میشن. چرا غافلگیر میشن؟ برای اینکه ما در زمینه اطلاعاتی و نفوذ خیلی عقب‌تر از اسرائیل هستیم و اون دست برتر رو داره و چون دست برتر رو داره غلبه میکنه بر ما کار نکردیم روی این قضیه اطلاعاتی، روی قضیه نفوذ. اینا برمیگرده به وزارت اطلاعات، به سازمان اطلاعات سپاه، به حفاظت، به اینا برمیگرده. شما موقعی که چه میدونم تو داخل آقا دنبال این بودی که مو دختران نمیدونم بیرون و چه میدونم بری آقا فلان استاد دانشگاه رو بگیرید، چرا؟ چون اومده آقا نقد کرده شما رو، یا چه میدونم لایحه تصویب میکردی تو مجلس، چه میدونم برای سگ گردانی و اینا درگیر اینا بودی، بچهای امنیتی و اینا درگیر اینجور چیزا بودن، اون داشته داخل کاراشو میکرده. شما اصل و ول کردی، اومدی رفتی چسبیدی
به قضایایی که اصلا مهم نیست. الان شما از اینجا ضربه خوردی، از اسرائیل بیشتر ضربه خوردی یا ما دختر مردم، یا از شما هم سگای مردم. شما اومدی رفتی چسبیدی به اون، خب اونو کلا بیخیال شدی. اصلا خیلی تعجب آوره، واقعا عجیبه که سیستم اطلاعاتی امنیتی ما اینقدر راحت بازی خورد و باز هم بازی میخوره بخواد به این راه ادامه بده و مطمئن باشید که باز غافلگیر میشه. من ایرانو خیلی دوست دارم، اینو بگم، و تو کلیپ های قبلی هم من گفتم چون حاکمیت فعلی ما جمهوری اسلامی ما باید طرف حسابمون اون باشه دیگه. هر حرفی که میزنیم منظور اونه که ایران کم در آسیب ببینه. خدا شاهده هیچ کینه شخصی با هیچکدوم از آقایون من ندارم، فقط تمام حرفایی که میگیم من باب این است که کشور کمتر آسیب ببیند. الان 4 روزه که مکانیزم ماشه فعال میشه و من احتمال اینو میدم موقعی که فعال بشه جنگ باز شروع خواهد شد. ببینید جنگ قریب الوقوع اتفاق میفته، اصلا تو این تردیدی نکنید. من تو کلیپ قبلی هم گفتم نهایتش تو زمانش ما بحث داریم. من حدسم اینه که زیر 40 روز این جنگ اتفاق میفته. حالا شاید آقا چه میدونم بشه 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه، حالا تو این چه میدونم یه سیبو که میندازی بالا 1000 تا چه میدونم فرد میخوره میاد پایین، 1000 تا میچرخه. شاید تا اون موقع آقا مسئولان جمهوری اسلامی یه حرکتی زدن که جنگ رو انداختن عقب‌تر، اصلا جنگ نشد. ما در شرایط فعلی حالو داریم میگیم ما. شاید این یعنی با این روندی که داره میره جلو این جنگه، اصلا تو این تردیدی نکنید. و خود مسئولین جمهوری اسلامی هم اعلام کردن، این حرف من نیست، دوستان خودشون اعلام کردن که جنگه. و رهبر جمهوری اسلامی وقتی میاد به دولت میگه آذوقه جمع کنید مایحتاج مردم، یعنی چی؟ یعنی این که قراره یه اتفاقی بیفته، تو اون اتفاق مایحتاج مردم انبار شده باشه، کم نیاریم یه موقع. یعنی تموم شد و رفت. من این برنامه رو همینجا تموم میکنم، نمیخوام کلیپ خیلی طولانی باشه. خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم، خیلی مراقب خودتون باشین. واقعا من میخوام از مردم عزیز که کمک کنن در این راه که بتونیم ایران خیلی خوبی رو بسازیم با کمک هم دیگه. ازتون خواهش میکنم که کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و حمایت کنید. من به شدت به حمایت شما نیاز دارم که کانال رو بیاریم بالا. عاشقتونم، خدا نگهدارتون. تا پس فردا باز برنامه رو میریم اجرا میکنیم، یعنی 1 روز در میون ما برنامه میذاریم. خدا نگهدارتون.